بسم الله الرحمن الرحیم. سوره قدر شروع شد. این سوره به نام قدر یاد میکنه. معنای قدر براتون میگم. قدر به معنای اندازه کردن. الله تبارک و تعالی همه ساله در شب قدر تمام اموراتی که در زندگی یک فرد انسان تعلق داره به دست ملائکه که به این موظف است سپرده میشه. یادم کدام عمل میکنه، چه عمر داره، کدام روزی را میخوره، این کلش به ملک سپرده میشه. الله اندازه کرده تمام امور زندگی یک فرد انسانی را، از او خاطری را شب قدر میگه. یا قدر میگه احترام و عزت. به خاطری را شب قدر میگه که الله این شب بسیار عزت داده و احترام قائل شده. چرا که عمل کردن در این شب برابر 1000 ماه عمل و عبادت است. یا قدر تنگی را میگه، تنگ کردن. این شب به خاطر قدر میگه که آنقدر ملائک پایین میشه در زمین که جاها مکمل قید میشه. از او خاطری را شب قدر میگه. این سورت هم سورت مکیس 25م سورت است در نزول خود که قبل سوره شمس و بعد سوره عبسه نازل شده. ارتباط این سورت قطع ما قبل الله در ما قبل ترغیب به سوی قرآن کرده بود، ما را داده بود که شما قرآن بخوانید، دعوت بده به سوی قرآن کریم. در اینجا الله تبارک و تعالی عظمت قرآن بیان میکنه که قرآن آنقدر عظمت داره که توسط نزولش شبم کرامت پیدا کرده، شبم برکت پیدا کرده. یا است که در ما قبل الله بیان مکذب قرآن کرد، در اینجا الله تسلی میده که پیغمبر خیر است بری تو و امت تو شبی را بدیم که عبادتی و شب آنقدر زیاد باشه که هیچ پوره نشوه. شان نزول از این هم بعضی مفسرین همینطور میگه که در بعضی مجلس‌ها یا داوری از امت‌های سابقه شد، کسانی که در روی امت‌ها عبادت‌های طولانی را انجام داده بود. در دل صحابه کرام هم همینطور گشت که اگر اعمار ما عمر امام دور و دراز می بود ما عبادات الله را میکردیم. یا در یک مجلس تذکره و یا داوری جهاد شده بود از کدام شخص که او مدتی 1000 ماه جهاد کرده بود. ایام تمنا یا آرزوی صحابه کرام بود، چون که صحابه در این تمناها و آرزوها واقعا صادق و راست بودند. اگر برای از الله عمر زیاد میداد، زیاد جهاد میکرد، هیچ در این شک و شبه نبود. از او خاطر الله این اعزاز برش داد. یکی. دوم، الله بسیار احسان بزرگ سری امت کرده. امت پیغمبر علیه السلام آسان بهانه را طلب میکنه که ما را بخشش کنه، به شرط که ما بدانیم یقینا قدرت الله تبارک و تعالی یک شب است. خب برای یک شب نشستن کسایی که قلب خود تزکیه نکرده، یقین به پاداش و عمل عقیده نداره، کسانی که رای قرآن و حدیث نگرفته، امیرم نمیتونه که به عبادت الله تیر کنه. این را یاد داشته باشه. کسی که آماده نباشه این کار کرده نمیتونه. خوب بهترین نعمت الله بر ما داده. ان انزلناه فی لیلة القدر، یقینا ما نازل کردیم قرآن کریم در شب قدر. مفسرین دو توجیه داره. قرآن کریم الله یک دفعه نازل کرد در آسمان دنیا، بیت العزت برش میگه. یک مرتبه توسط ملائکه آمد در شب قدر بود نزول قرآن کریم در آسمان دنیا. بعد از او در ظرف 23 سال کم کم مطابق واقعات و حوادث الله روان میکرد آیاتای قرآن. یا است و این قول تقریبا مرجوح میدانند. دوم است که این انزلناه، ما آغاز و شروع نزول قرآن کردیم فی لیلة القدر، در شب قدر. اول که نزول قرآن شروع شد در شب قدر بود، بعد از او انتهایش در 23 سال نبوت پیغمبر علیه السلام تکمیل شده. الله در اشاره میکنه که ما قرآن در شب قدر نازل کردیم. شب قدر که کدام برکت حاصل کرده از قرآن حاصل کرده، چرا که آغاز نزول قرآن دینمی شب شده. پس او امتی که همیشه قطع قرآن درس و تعلیم داره، قطعش رابطه داره، از این قرآن دفاع میکنه، به قرآن خدمت میکنه او خود تابع و منقاد قرآن گردانیده، چقدر برکات داشته باشه، چقدر عزت داشته باشه. خود دیگه این تصور بکنه که الله چه عزت برش میده. و ما ادراک ما لیلة القدر، تو را چی دانانده پیغمبر علیه السلام که چیست لیلة القدر؟ پیش گفته بودم در هر جایی که و ما ادراک میایه اشاره به عظمت همون چیز میکنه. یعنی الله اشاره میکنه که در دایره تصور انسانی عظمت و بزرگی همیشه گنجانیده نمیشه. از او خاطر دوباره سوال میکنه. لیلة القدر، شب قدر، خیرون بهتر است من 1000 شهر، از 1000 سال، که 80 سال و 4 ماه میشه یا 83 سال و 4 ماه. چقدر؟ 83 سال و 4 ماه. بعضی 80 سال و 4 ماه.
با شما ضرب کنه که چقدر میشه. همین قدر اکثریت عمر امت پیغمبر علیه السلام تا اینمی اندازه است. پس وقتی انسان بتونه اینطور عبادت بکنه که در یک شب برابر عمر خود عبادت بکنه و او هم مقبول به الله تبارک و تعالی باشه، چطوری شب آدم بیدار تیر نکنه. یا بعضی مفسرین میگه مراد از الف شهر 1000 ماه تنها 1000 ماه نیست، مقصود در اینجا بیان کثرت خیر و برکت اینمی شب است که الله تبارک و تعالی عمل در این شب آنقدر اضافه میکنه هزار برای کثرت ذکر کرده که هیچ انتها نداره. لایق شان و کرم الله امی است که الله شاید به عمل یک انسان در یک وقت آنقدر ارزش بده که هیچ شمار او انتها نداشته باشه. الله ما و شما را توفیق بده. تنزل الملائکه، نازل میشه ملائک، یک دفعه نه، یکی پای دیگری نازل میشه، پایین میشه. مراد ملائک است که میاد برای اعزاز و احترام انسان ها، برای بزرگداشتی امیروز که روز امی شب که شب چقدر قدر و قیمت داره، و روح و جبرئیل امین پایین میشه فی هذا شب، خو کلش به اذن ربهم، به فرمان کی؟ پروردگارشان. ملائک لا یعصون الله ما امرهم، چیزی را که الله فرمان میده اینمی قدر تو بالا نمیکنه. من کل امر، من به معنای چیست؟ به کل امر، به تمام اموری که تعلق به زندگی یک چیست فرد انسان در دنیاست، در مو شب به ملائک الله می سپاره. لیلة القدر کدام هست؟ در این مورد تقریبا 40 قوله محدثین و مفسرین ذکر میکنه، لیکن راجح ترین قول دهی است که در آخر شبای رمضان، در شب اخیر رمضان، او هم در شبهای طاق، خصوصا شب 27 تقریبا روایات زیادتر سریزی آمده و امکان هم دهی موجود است. علامه مشخص نداره که در حدیث ثابت باشه بجز از یک علامه که صوبکی افتوش خیره می باشه به خاطر بالا رفتن امی ملائک. یکی در حدیث آمده که در مو شبی که لیلة القدر بود صبا باران شده بود، یعنی صحابه حتی در جای نمناک و آب سجده کرده بودند. معلوم شد که شبی پر برکت بوده، باران هم برکت بوده، خصوصا در او سرزمین اینطور برکت ها میاد. این مردم که میگه که درختا به سجده می باشه و که در چیز دست بمانی طلا میگرده، این گپا غلط است، گپای عوام است، از خود جور کرده. خب شب قدر اگر ببینی اگر نبینی این مهم نیست، مهم نشستن انسان است به مو طریقی که پیغمبر برای ما کیفیتش گذاشته. عبادت الله کردن، رجوع طرف الله کردن، توبه از گناه ها کردن، آینده تصمیم گرفتن که ما در زندگی آینده خود پابند احکام توستم، دین توستم یا الله. از همون خاطر عایشه مادر مومنان رضی الله عنها میفرماید که اگر شب قدر باشه کدام دعا را ما بکنیم؟ پیغمبر و دعا را گفت اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني، این را گفت دعا بکنی او پیغمبر برش یاد داد. دیگه ای گپ نیست که آدم ببینه و نبینه، اینطوری نیست. اینطورم نباشه که مردم سکرت خود زده، پربازی کرده، قمار زده او میره فیلم را سعی کرده میگه لیلة القدر هم ما بیدار تیر کردیم. ایره با معصیت بیدار تیر کردی، گناه امی قدر زیادی دیگه هم شد. الله نگاه کنه. سلامون دو معنا داره. سلامون این شب امن است، سلامتی است. دو معنا. سلامون از هر طرف سلام است. سلام میگه ملائک هی حتی اینمی سلام دادن یا امن و سلامتی حتی مطلع الفجر، تا که فجر طلوع کنه. بعضی مردم میگه در یک جای امی شب می باشه دیگه جای نمی باشه. الله خودش قدرت داره این برکات در هر جای که شب است امونجا برکات روان کنه. در افغانستان شب است، در امریکا نیست، در امریکا دیگه شب الله تبارک و تعالی برکات روان میکنه. این سوالایی است که هیچ قابل جواب نیست. چرا الله قدرت داره در هر شب امی برکات انداخته بتانه و الله برشان برکت بده. بسم الله الرحمن الرحیم.